سلام و درود عزیزانم، به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. خیلی خوشحالم که بعد از چند ماه، شاید 2 ماهی ما لایو نداشتیم، خداوند جهان هستی اجازه ای داد که ما دوباره در کنار هم جمع شیم. سلام عزیزانم، سلام سلام. و از این رو من خیلی خوشحالم. بچه ها خیلی حرف تو دلمه، خیلی حرف نگفته دارم، ولی شرایط یه طوریه که شاید اجازه ندارم حرف بزنم. یعنی من وقتی لایو میذارم، با لایوی که میذارم میبینم که مثلا در این لایو ما 1 ساعت شاید صحبت میکنیم، 40 دقیقه صحبت میکنیم و در نهایت شاید شما چند دقیقه‌شو میتونید ببینید. خیلی از شما عزیزان که در ایران، فدات میشم، خیلی ممنونم، لطف دارید، عشق شمایید، نور شمایید، خیلی ممنونم از این صفتهای خوبی که به من میدید، متشکرم از شما. ما شاید 1 ساعت 40 دقیقه، 1 ساعت و 10 دقیقه، نمیدونم 50 دقیقه لایو میذاریم. از این لایوی که میذاریم چند دقیقه شو بیشتر شما نمیتونید ببینید و این به خاطر شرایط بد اینترنت و به خاطر شرایط بد وی پی ان و من ترجیح میدم حرفامو نگه دارم تا یه زمانی بزنم که قابل استفاده باشه، بتونیم ازش استفاده کنیم، بتونیم ازش بهره ببریم، بتونیم باهاش رشد کنیم. اینکه من 1 ساعت لایو بذارم بگذره و شرایط طوری باشه که نتونیم ازش استفاده کنیم، این احساس پوچی میکنم راستشو بخواید و برای همین لایو نمیذارم. ولی بهتون قول میدم، اینجاشو با دقت گوش بدید، به زودی اتفاقی رو رقم بزنم در همین ایران که ما بتونیم بدون فیلتر شکن یک جایی دور هم جمع بشیم، بتونیم هفته 1-2 تا لایو بذاریم، با هم صحبت کنیم، با هم عشق کنیم، با هم تبادل انرژی کنیم و از آگاهی های همدیگه استفاده کنیم. اینو بهتون قول میدم. بذارید من اینو یک کوچولو اگر ببرم بالاتر، اینم بزنم ببینم چند دقیقه شده. خیلی خوب. خب دوستان عزیزم، دوست دارم امشب اول از همه میخوام بهتون تبریک بگم. قبل از اینکه بخوام راجع به لایو صحبت کنیم، چشم کامنتارم میبندم، ولی بذارید یه تبریک بهتون بگم. شماهایی که امروز در این لایو وجود دارین، این چند هزار نفر رو دارم میگم، و کسانی که در مسیر آگاهی قدم برداشتید، یه چراغی، یه زنگی تو سرتون خورده که این شرایط زندگی من نباید باشه، من برای این رو سیاره نیومدم، یه زنگی در گوشتون خورده، یک نوری درتون روشن شده، حتی کوچکترین نور، حتی کوچکترین زنگ. شما نشانه کرده های خداوند هستید تو این سیاره‌ای که 8 میلیارد انسان پا توش گذاشتن و بالای 97-8% خوابن. شما در مسیر بیداری قدم گذاشتید. این واقعا تبریک داره. چه آدمایی بودن که مگر من بارها گفتم رنج، درد، تنهایی، عذاب، اون سختی زندگی آدمو به عروج میرسونه. استارت، آغاز بیداری میشه، آغاز این میشه که من بیدار بشم، اون چراغ در من روشن بشه، این زرق و برق روزگار رو بذارم کنار، توجه ببرم رو خودم. اون سختیه. ولی آیا همه در سختی بیدار میشن؟ نه. چه بسا انسان هایی که ازدواج کردن 10 سال، 20 سال، 30 سال دارن تو گلوی همدیگه میزنن، ولی زندگی خوبی هم ندارن، ولی هنوز در مسیر بیداری پا نذاشتن. چه کسانی که به اعتیاد رو آوردن، 10 سال، 20 سال، 30 سال طرف معتاده، هنوز نتونسته بیدار بشه. میدونید چی میگم؟ فقط میخوام بگم که اون بیداریه حتما این نیست که هر کسی که رنج دید وارد بیداری بشه. حتی خیلی از شما عزیزان بدون رنج وارد مسیر شدید و
اینجا اولا این تبریک رو بهتون بگم که جزو اون درصدی هستید که نشانه کرده خداوندید، که سرباز نورید، که زودتر از باقی افراد بیدار شدید و دنبال اون رسالتتون میگردید. طبقه بندی جهان هستی، همه چیز طبقه بندیه. بذارید من اینو یه دونه ترن آف کامنت کنم به گفته شما عزیزان. کامنت ها رو بستم، میخوام توجه 100% لطفاً فقط به این لایو داشته باشید. به هیچ عنوان لایو رو ترک نکنید، چون آغاز و پایان داریم. از یک جایی میخوایم به یک جایی برسیم. حقیقت اما اصلا میخواستم راجع به یه چیز دیگه صحبت کنم. میخواستم راجع به ماتریکس و اتفاقات جدیدی که داره میفته و بسیار اتفاقات مهمیه و میدونم خیلیاتون خبر ندارید. میخواستم راجع به اونا صحبت کنم، دیدم حال خوبی نمیده. یه جمعه دوره هم جمع شدیم چند هزار نفر، بذار با هم عشق کنیم، بذار راجع به یه شاه کلید با هم صحبت کنیم، راجع به یک شاه کلیدی که من همیشه راجبش صحبت کردم. بعد از این همه گشت و گذار، این همه مسافرت، این همه عبادت، این همه معبد، این همه مدیتیشن، این همه راز و نیاز با خداوند، این همه تحقیق، این همه خواندن، این همه در مسیرش بودن، دوباره برگشتم سر خونه اول. برگشتم سر یک واژه، یک کلمه به نام عشق. وقتی که از عشق صحبت میکنم منظورم یک نفر یا کسی نیست، منظورم یه شیئی یا چیزی نیست، منظورم اون نور و اون انرژی درونی شماست که از تک تک سلولاتون اون نور فوران میکنه و وقتی اون نور از تک تک سلولاتون، از تمام عمق وجودتون میاد بیرون، دیگه نمیتونید به کسی نور ندید. مثل خورشید مجبور میشید بر همگان بتابید. عشق واژه واقعا بزرگیه. خیلی راجع به عشق صحبت کردیم، بسیار بسیار راجع به عشق صحبت کردیم. در نهایت باید وصل شیم به قلب. قاعده 2، اگر اشتباه نکنم، قاعده 2 شمس تبریزی میگه پیمودن راه حق، پیمودن راه حق با دل است، نه با مغز. اگر اشتباه نکنم، پیمودن راه حق با دل است نه با مغز. پس راهنمای خود را، نمیدونم دارم درست میگم، دارم درست میگم، پیمودن راه حق، پیمودن راه حق کار دل است نه کار مغز. پس راهنمای خود را قلب خود قرار ده. بعد اینجا رو بیدین چه قشنگ میگه، نه سری که بالای شانه های خود قرار دارد. فکر میکنم از 40 قاعده شمس قاعده 2. بسیار 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 عشق ما رو در این مسیر کمک میکنه، ولی میدونم کار سختیه. میدونم مردم در این مسیر به شما آسیب میرسونن. میدونم در این مسیر تکامل مردم شما رو تحقیر میکنن، یه سریاشون با حرفاشون، با کاراشون، با کنایه هاشون، با رفتارشون سعی میکنن شما رو گیر بندازن در تله تکرار، در تله ناتوان بودن، در دام نتوانستن.
شما رو پایین بکشن و شما گیر کنید در اون مرحله. خیلی ها میدونم در این مسیر تکاملتون قرار دارن که با یک کلام، با یک تکه، با یک عمل کرد دلتون رو میشکنن، قلبتون رو میشکنن و به اون جایی میرسونن شما رو که شما به جای اینکه وارد مسیر عشق بشید، راجع به عشق بخواید فکر کنید، تنفر سر و پای وجودتون رو میگیره. هیت، اون حال بد، اون سیاهی. چرا؟ چون جفا دیدی. یه چیزی میخوام بگم اینجا راجع به جفا، راجع به اون ظلم و ستم. بیایم بهش یه ذره قشنگ نگاه کنیم. شاید اون جفا برای رشد ماست. شاید اون تغییرها، اون کلامها، اون تکه ها، اون عملکردهایی که به ما در ثانیه، در همون لحظه حال بد میده، شاید در یک جرقه ما رو به یه رشد معنوی برسونه. مولانا یه جایی خیلی زیبا میگه، یعنی یه جاهایی روح رو از جسم آدم خارج میکنه، انقدر که با معنی میگه. یه جایی میگه این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر آمد نهان. خلق را با تو چنان بدخو کند، تا تو را ناچار رو آنسو کند. میگه این جفایی که خلق با تو میکنه، این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر آمد نهان. اگر بفهمیش، اگر ایمان داشته باشی، اگر درکش کنی، ایمان داشته باشی، گنج زر آمد نهان، تبدیل به یک گنجی میشه، به یک گنجینه‌ای میشه برای تو. خلق را با تو چنان بدخو کند، انقدر خلق به چشم تو بد میشن، انقدر دلت میشکنه، انقدر دور میشی، انقدر تنها میشی، تا تو را ناچار رو آنسو کند. تا تو دیگه از تنهایی بگی خدایا من که کسی رو ندارم، اومدم سمت تو. ببین چقدر قشنگ میگه. میگه اگه دیدی تنها شدی، اگه دیدی همه رفتن، شاید یه دلیلی پشتشه. شاید اوست نشسته در نظر، منتظره بگه بابا بیا خلوت شد دورت، بیا ببینم چی میگی، بیا ببینمت، بیا با من حرف بزن. بس دیگه از اینا اون خواستی. و یه چیزی بهتون بگم، تنها نظر کرده های خداوند هستن که جزو طرد شدگانند. تنها میشن، یوسف انداختن تو چاه، تنها میشن، طرد میشن، دورشون خلوت میشه. یعنی ناراحت نشو اگه یه وقت دورت خلوت شد، نترس، نترس. اگه تنها شدی، اگه طرد شدی، نترس. شاید اون آغاز رشد توه. من اون نظر کرده نبودم، من دورم خلوت نشد، من خودم دور خودم رو خلوت کردم. من خودم از اون شهر، داستان زندگی منو دیدید گفتم، من خودم از اون شهر رفتم، ساکم رو جمع کردم، از فامیل، از دوست، از همه کس دوری کردم. من کردم به شخص خودم، تنهایی کردم. من جزو اون نظر کرده ها نبودم ولی شدم. من با هیچ فامیلی رفت و آمد ندارم. دروغ نگفته باشم، فقط یک دونه پسر خالمه، تمام، یک نفره. هیچ کس دیگه من فامیل تو زندگیم ندارم. اون موقعی که میخواستم برم تمام دوستامو گذاشتم کنار، همه رو. بعد وقتی که میذاری کنار، خلق را با تو چنان بدخو کند، تا تو را ناچار رو آنسو کند. وقتی که همه رو میذاری کنار، رو آنسو میکنی،
اون به تو هم مسیر میده، هم گام میده، هم راه میده. اون به تو میده، اون به تو همراه میده. یه چیز جالب بهتون بگم از هم مسیر. توی دانشگاه هاروارد یه تحقیقاتی کردن. بچه این خیلی زیباه. نزدیک فکر میکنم 80 سال روی موضوع خوشبختی کار کردن که خوشبخت، که بچه کلمه خوشبخت بسیار کلمه کلیدی و پرمحتواییه ها، یعنی خودش جای تأمل داره. کلمه خوشبخت، همین کلمه، ما نمیگیم ثروتمند، ما نمیگیم شاد، نمیگیم آرامش بخش، میگیم خوشبخت. یک پکیجه که چه کسانی خوشبختن. خوشبختی رو چه کسانی تجربه میکنن؟ بعد از 80 سال اساتید دانشگاه هاروارد به این نتیجه رسیدن که قدرت خوشبختی نمیاره، شهرت خوشبختی نمیاره، پول، ثروت خوشبختی نمیاره، سواد خوشبختی نمیاره. خوشبختی رو اون کسی داره که یک هم‌مسیر خوب در این مسیر تکامل داره. ببینید چقدر زیباست. یک، نمیگه هزار تا، یک هم‌مسیر خوب در این مسیر تکاملش، در این مسیر زندگیش داره. این آدم خوشبختیه. حالا در اون موقعی که انسان هم مسیر خوب نداره، پر از جفا و ظلم و اینا از دور و بره، چون ناآگاهانه انتخاب کرده دیگه، دور و بریا رو ناآگاهانه انتخاب کرده. یک سریا همراه با اون جفایی که حتی میبینن، ظلمی که بهشون میشه، دلشکستگی که میشه، باز به جای اینکه برن دنبال چرا میگردن، دنبال جواب میگردن. میگم مثلا چرا من؟ مثل این میمونه که شما توی جنگلی یک خرسی به شما حمله کنه، اون خرس شما رو زخمی کنه و بره. بعد شما بلند شی بری تو اون جنگل دنبال خرسه بگردی که بهش بگی چرا این کارو با من کردی؟ من که داشتم مثلا مسیر خودم رو میرفتم، من که با تو کاری نداشتم، من که به تو آزاری نرسوندم. خب دوباره بهت حمله میکنه، دوباره زخمیت میکنه. تو اون خرس رو نمیتونی تغییر، اون تو رو نمیفهمه، اون دوباره تو رو زخمی میکنه. پس زمانی که من تنها شدم، معلومه دیگه من با زنبور معاشرت کنم منو میبره دم کندو عسل، با مگس معاشرت کنم منو میبره دم دستشویی. مسیر معلومه. پس زمانی که من تنها شدم، زمانی که من دورم خلوت شد، زمانی که من رو آن سو کردم، چجوری میتونم رو آن سو کنم؟ ایزدیاب بخورم ببخشید. چطوری میتونم رو آن سو کنم، رومو بکنم طرف خداوند؟ زمانی که من کسی در ناکسی آموختم، زمانی که ناکس میشم، زمانی که دیگه کس نیستم. بچه چند تا کد دادم بهتون. زمانی که من دیگه کس نیستم، من کسی در ناکسی آموختم. زمانی که ناکس شدم، کسی نبودم، هیچ شدم، هیچی نبودم، پاک و زلال شدم مثل اون آینه. آینه رو بگیری جلوی شیر، تبدیل به شیر میشه، شیر درش میفته. بگیر طرف ماه، ماه درش میفته. بگیر طرف عقاب، عقاب درش میفته. بگیر طرف خورشید، خورشید درش میفته، تبدیل به خورشید میفته میشه. چرا؟ چون هیچه،
هیچی نیست، صاف و زلاله، صیقل داده شده است. وقتی که صیقل پیدا میکنی پاک و زلال میشی، وقتی که هیچ میشی ناکس میشی، تازه کس پیدا میکنی، تازه کس پیدا میکنی. من کسی در ناکسی آموختم، من تازه زمانی که ناکس شدم کس شدم. من وقتی هیچ شدم همه چیز شدم. وقتی هیچ میشی تازه اون رشد قشنگه رو میکنی، اون بزرگ منشیه رو میکنی، اون قدم قشنگ بزرگه رو برمیداری. اینجا چطوری من میتونم این حرکت بزرگ بکنم؟ حرکت راحتی نیست. این عشق کلمه را ببینید. دیشب من یه سری عزیزانم پیشم بودن، به یکی از اون عزیزان قول داده بودم، واسهتون یه خاطره تعریف کنم. همین دیشب الان یادم افتاد، قول داده بودم یه گردنبند سنگ با دستای خودم درست کنم. یه جعبه دارم توش سنگام و نخ و ایناست. آوردم و شروع کردم گردنبند رو درست کردن. داشتم با اون عزیزی که براش گردنبند درست میکردم میگفتم که یه حرفی زدیم و اینا. بعد گفتم مگه میشه آدم کسی رو دوست نداشته باشه؟ داشتیم با هم صحبت میکردیم، یه عزیز دیگه این صحبت ما رو، این کانورسیشن ما رو شنیدن. یهو گفتن که دکتر وایسا یه دقیقه، چی گفتی؟ گفتی مگه میشه آدم مثلا از کسی بدش بیاد، یا مگه میشه آدم کسی رو دوست نداشته باشه؟ همچین چیزی گفتی؟ گفتم بله. گفت چرا میشه؟ گفتم عاشق که باشی نمیشه. مگه خورشید میتونه بگه من به این میتابم به اون نمیتابم؟ مگه خورشید میتونه بگه که من مثلا امروز به این و این و اون و اون میتابم، به این و این و اون نمیتابم؟ اصلا نداریم یه همچین چیزی. چون عشق از درون در میاد، عشق میبخشه، چیزی رو ناراحت میشه. ببینین، نه این که مثلا من نوعی بگم آقا من آدم عاشقیم هیچ وقت از کسی ناراحت نمیشم. مگه میشه؟ مگه چوبم؟ مگه آهنم؟ ناراحت میشم ولی 1 ثانیه ناراحت میشم. حمل نمی کنم با خودم، عشقمو خراب نمی کنم، قلبمو سیاه نمی کنم، 1 ثانیه رد می کنم. با همه کس خودمو برابر می بینم، 1سان می بینم. عشق می ورزم مثل خداوندی که به همه عشق می ورزه. مگه من جزوی از اون نیستم؟ من نوعی رو میگم و شما رو میگم. و ایمان دارم خداوندی که بخشنده و مهربانه. ایمان دارم که امید منو ناامید نمیکنه. یه حکایت قشنگی داریم، میگن که شما مثلا فرض کنیم در یک جزیره گیر میکنی، در یک جنگلی گیر میکنی، از گرسنگی داری میمیری، هیچ غذایی برای خوردن نداری. میای یه تله‌ای درست کنی که توش یه حیوانی رو بگیری بخوری، داری میمیری از گشنگی دیگه. اگر در اون تلت از غذای همون حیوان استفاده کنی، اون غذا بر تو حرام خواهد شد، چرا که امید اون حیوان رو ناامید کردی. چقدر زیباسی. ببین خداوندی که انقدر به امید حساسه، انقدر به ناامید کردن بنده هاش، به ناامید کردن مخلوقاتش حساسه، چجوری میتونه تو رو ناامید کنه؟ چجوری میتونه اون خواسته تو رو مگه میشه یه همچین چیزی؟ مگه امکان داره؟ تنها کاری که بکنیم اینه که گذشته رو رها کنیم. اشکال نداره هر اتفاقی افتاده، هیچ اشکالی نداره. احساس شرم نکنیم، احساس گناه نکنیم. هر اتفاقی که در گذشته، در پست افتاده اشکالی نداره. این ثانیه
من تصمیم بگیرم تغییر کنم. این ثانیه من تصمیم بگیرم عاشق باشم. این ثانیه من تصمیم بگیرم زندگی کنم. این ثانیه، همین لحظه من تصمیم بگیرم. هیچ لحظه دیگه‌ای وجود نداره. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن. فردا که نیامده است فریاد مکن. بر گذشته و نامده بنیاد مکن. حالی خوش باش و عمر برباد مکن. هیچ چیزی غیر از همین لحظه وجود نداره. همینطوری شوخی نیم ساعت شد لایومون. میخواستم کمتر باشه بتونید بعدم دوباره ببینید 5-6 هزار نفر تو لایوین. خوشحالم از اینکه دارمتون. خوشحالم از اینکه در این بی اینترنتی، بی وی پی اینی، در این شرایط سخت خودتون رو در این لایو حضور دادید. دوستتون دارم. از همتون میخوام با قلبتون. بذارید اینو بگم، اول اینو معلوم کنم. میخوام یک جمله تأکیدی بگم. برای من نکن، برای من ننویس. باید تغییر کنی. اومدی در مسیر، باید یه حرکتی بکنی. مثل اینکه گشنت اومدی نشستی سر سفره غذا نمیخوری. میگه میتونی نخوری، خب همچنان گشنه خواهی بود. اومدی نشستی سر سفره، باید بخوری، باید استفاده کنی. انتخاب شده ای. تو یک سرباز نور هستی که اکنون در این لایف حضور داری. 3,100,000 نفریم. 5-6 هزار نفر حضور پیدا کردند. این یعنی چی؟ یعنی تو اون کسی هستی که باید به سیاره کمک کنی، به خودت کمک کنی. رسالت داری. تو برای یک کاری پاروی سعی، پس باید حرکت کنی. حرکت از تغییر داشته ها شروع میشه. از ضمیر ناخودآگاه من که درش یک عالمه چیزهایی است که من نمیخوام، چون با اونا من تبدیل به این شدم. اینو نمیخوام، میخوام تغییر کنم. پس باید اینا رو عوض کنم، باید تغییر کنم. از امروز، از این ثانیه، از امشب، نه از فردا، نه از شنبه. ما هرچی میشه میگیم از شنبه شروع، باشگاه از شنبه، رژیم از شنبه، حالا مدیتیشن از شنبه شروع میکنم. اینطوری نیست. همگی با هم میخوایم یک جمله تأکیدی رو بنویسیم و ازتون میخوام همینو فقط بنویسیم. من برای تغییر آماده‌ام. من برای تغییر آماده‌ام. بنویس بفرست بره. من برای تغییر آماده‌ام. کامنت کن بره. من برای تغییر آماده‌ام. بفرست بره. انقدر بنویس. چقدر دیکته نوشتی تا نوشتن یاد گرفتی؟ چقدر مشق نوشتی؟ چقدر به تو دادن تو نوشتی؟ به تو دادن تو خوندی تا خوندن نوشتن یاد بگیری؟ چند سال؟ 365 روز سال به غیر از حالا بهار و تابستون و ایناش، چه میدونم، مثلا 200 روز تو در سال فقط نوشتی. هی بهت مشق دادن در کودکی. حرکت کن، بنویس، تغییر بده، اجازه بده این کلمه. اگرم آدمی هستی که این لایو رو میشنوی هنوز به فکر اینی که من چه تغییری بکنم، با همین نوشتن، با همین کامنت، من برای تغییر آمادم، بده بره. هم برای این به یه جایی میرسه در ضمیر ناخودآگاه تو سیو میشه. من احتیاجی به کامنت تو ندارم. یه دفتر بذار تو اون بنویس، پاره کن بره. ولی اگه میگم اینجا بنویس، چون فردا یکی باز میکنه، یه آدم جدیدی میاد تو این پیج باز میکنه، دنبال آگاهی، نگاه میکنه. انرژی تو، انرژی به هیچ عنوان هدر نمیره. انرژی تو رو میبینه پشت اون کامنت ها. تغییر تو رو میبینه، فعل خواستن رو در تو میبینه. این انرژی ترقی، یک جرقه، یک نوری در این حاصل میکنه و تو باعث بیداری یک آدم جدید میشی. چقدر انسان ها هستن که الان میخوان بیدار بشن، الان میخوان حرکت کنن، الان میخوان شروع کنن، ولی به خاطر کارماهایی که از قبل داشتن نمیتونن.
استاکن، گیرن، اصلا در مسیر ورود نکردن، نتونستن، در اصلا مسیر نمیدونن چیه. شاید بارها و بارها هم تو اکسپلور منو دیدن، ولی تا دیدن یا گفتن این چی میگه و اینو ولش کن، این مثلا یعنی حالا یه چیزی زده حالا اومده الان راجع به عشق با ما صحبت میکنه. درکش نمیتونن بکنن چون اجازه ورود به این مسیر رو ندارن. پس تویی که هستی ازش استفاده کن. یک چیز کوچیکو ازتون میخوام امشب تغییر بدید و به غیر از اون کامنتی که میذارید من برای تغییر آماده ام، اون یه چیز کوچیک، یه کاری بکن. آقا این بره تخت میخوابی، برو اون بره تخت بخواب. ملافه میکشید روش پتو بک، نمیدونم، یه چیز کوچیکو تغییر بده. یه چیزی که فکر میکنی تو زندگی تأثیر میذاره، حتی اگر تأثیر نمیذاره یه چیزی رو تغییر بده. این باعث میشه تو از اون روند تکرار در بیای. یه چیزی رو تغییر بده. امشب با یه شوک‌گذاری متفاوتی بخواب، با مدیتیشن بخواب، با یه آرامشی بخواب، یه شمع روشن کن، نمیدونم یه کاری بکن. بگو من از امشب یه شمع روشن میکنم، من از امشب میخوام برم بخوابم همسرم رو بوس میکنم بخوابم، من مثلا مادرم رو بوس میکنم بخوابم، من قبلا یه کاری بکن، یه چیزی رو تو زندگی تغییر بده. و اگر میتونی اونم بنویس، اونم کامنت کن، بذار من اگر میبینم من از تو یاد بگیرم. ما باید به هم کمک کنیم، ما باید به هم رشد بدیم، ما باید همدیگر رو رشد بدیم. کسی نیست که به داد من و تو برسه. خداوند از طریق دستانش به انسانها کمک میکنه، دستانش تویی. بیدار شو. پس همگی با هم بارها و بارها 100 تا 200 تا 1000 تا کامنت بذار، بنویس من برای تغییر آماده‌ام. وقتی که این کامنت ها تموم شد، بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه یه ربع بلند میشی میبینی من باید یه تغییری آمادم دیگه. آماده می جهان هستی آمادت میکنه، آمادم دیگه. خب الان چیکار کنم؟ یه تغییری میکنی، باید شروع کنی. سر سفره نشستی باید غذا بخوری، تا غذا نخوری سیر نمیشی و الا گرسنه باقی خواهی موند. از خداوند براتون نور و عشق میخوام، آرامش میخوام. اگر دوست داشتی، اگر حتی یک کد از این لایو دریافت کردی، ازت میخوام که استوری کنی، پخش کنی، به آگاهی جمعی کمک کنی، در نور و عشق باشید.